بچه‌های گلم، امروز میخوام واسهتون یه آزمایش خفن انجام بدم. میخوام شمو همینجوری بذارم، خب باید کبریت همینجوری بکنم، همینجوری تو کبریت اینو روشن کنم، بعدش شمو فوت کنم و با و روشن بشه دیگه. خلاصه بیاین اول واسهتون انجام بدم، بعد توضیحات رو بهتون بدم. خب ببخشید بچه نشد. بچه های گلم، وقت خودم این آزمایش انجام دادم خیلی خفن بود. خب بچه گذاشتیمش. خب بچه ها، حالا من اینو روشن میکنم، بعدش اینو هم روشن میکنم، بعدش اینو فوت میکنم و پان یا همه اوی ببخشید همش ریخت. خب روشنش میکنیم، فقط توی خونه این کار انجام بدید و پدر و مادرتون انجام بدید. خب بسم الله. دیدید؟ یه لحظه یه دورم واسهتون میارم چون خیلی دوست دارید این آزمایش رو. مثلا یه دورم میارم. نشد بچه ها، بذارید یه دور دیگه واسهتون برم. این آخرین دوره بچه ها. کن یه لحظه بچه ها، فکر کنم نشتی داره. یه ذره از اول بیرم. خب فندک تموم نشه. بسم الله. صبر کنید، این آخرین داره بچه گلم. خیلی آزمایش هست. خداحافظ بچه گلم.